تا حالا شده از هوش مصنوعی بخواد یه متن یا تصویر براتون تولید کنه ولی نتیجه که گرفتید کاملا اشتباه یا بی‌کیفیت باشه؟ شده فکر کنید چرا بعضی خروجی فوق‌العاده میگیرن ولی شما نه؟ سلام دوستان، من طاها کرمی هستم و تو این ویدیو قراره راز پرامپت نویسی حرفه‌ای رو یاد بگیریم. با چند تکنیک ساده میتونید کاری کنید که هوش مصنوعی دقیقاً همونی رو تولید کنه که تو ذهنتونه. پس اگه میخواید از هوش مصنوعی مثل یه حرفه‌ای استفاده کنید، این ویدیو رو از دست ندید. بزن بریم. تا حالا فکر کردید که هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیره که چی جواب بده؟ جوابش ساده است. همه چیز بستگی به پرامپت داره. پرامپت در واقع همون دستوریه که به هوش مصنوعی میدید تا بر اساسش جواب بده. مثلا اگه بنویسی یه داستان کوتاه درباره یک ربات که عاشق میشه بنویس، این یه پرامپته. اما مشکلش کجاست؟ وقتی پرامپت مبهم یا ناقص بنویسید، هوش مصنوعی نتایج تصادفی و بی‌کیفیت میده. اما اگه بدونید چطور دقیق و شفاف دستور بنویسید، میتونید خروجی‌هایی بگیرید که همه رو شگفت‌زده کنه. حالا اصول کلی پرامپت نویسی چیه؟ چرا بعضی از پرامپت جواب عالی میدن ولی بعضی دیگه افتضاح؟ اصل طلای پرامپت نویسی بر 3 پایه است که همه حرفه‌ای‌ها از این 3 روش استفاده میکنن. 1. شفافیت، یعنی همیشه دقیق توضیح بدید که چی میخواید. به عنوان مثال یه پرامپت ضعیف این شکله. مثلا من می‌نویسم یه متن، یه فاصله بهش میدم، یه متن درباره آب و هوا بنویس. می‌بینید که همچین جواب حالا خلاصه و کوتاه میده و اون چیزی که من خواستم نبوده. می‌بینید که در مورد آب و هوا گفته، یه سری توضیحات کوتاه داده، یه سری تغییرات در سال‌های اخیرش رو داده و کلا یه متن خیلی کوتاه و جواب ساده به من داده. ولی اگه بخوام یه پرامپت خیلی قوی‌تر بنویسم و جواب بهتری بگیرم، باید از این روش استفاده کنم. یه پرامپت خوب به این شکل، مثلا می‌نویسم یه مقاله 300 کلمه‌ای درباره تاثیر گرمایش جهانی روی ایران بنویس. این میشه یه پرامپت خیلی تمیز و خوب که جواب کلی هم به من میده، یعنی توضیح میده که به چه شکله. مثلا گفتم یه مقاله 300 کلمه‌ای تعیین کردم که در چه حدی باشه، درباره چه چیزی هست که نوشتن درباره تاثیر گرمایش جهانی روی ایران بنویس که درباره کشور ایران. اینه که جوابش کاملا متفاوته و مثلا این متن کلیه و درباره مثلا کل آب و هوای کره زمین صحبت میکنه، ولی این یه متن یا موضوع مشخص داره، تاثیر گرمایش جهانی بر ایران، که یه توضیح کلی از گرمایش جهانی و تاثیراتش داده و مثلا گفته چه پیامدهایی داره، چه مشکلاتی ایجاد میکنه و این نتیجه گیری کلی کرده. ببینید که چقدر نتیجهش با قبلی فرق میکنه. اصل دوم جزئیاته، یعنی هر چی جزئیات بیشتر باشه نتیجه بهتر میشه. مثلا اگه بخواید تصویر تولید کنید، پرامپت ضعیفش به این شکله. مثلا میگم عکس یه گربه که یه تصویر رو من تولید میکنه، حالا من ثبت میکنم و اسکیپ میکنم تا به نتیجه پایینی برسیم. میبینید که همچین تصویری به من داد و اونقدر مشخص نیست که مثلا من جزئیاتش رو تعیین کنم و کلا عکس یه گربه برام آورد. ولی میخوام یه پرامپت خوبتر بنویسم، به این شکل می‌نویسم. میگم عکس یک مثلا گربه با چشم‌های سبز در حال بازی کردن. مثلا میشه همچین پرامپتی و من اینو بهش میدم تا اینم برای من تولید کنه تا این دو تا تصویر رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب می‌بینید که نتیجه نهایی شد این و یه تصویر کاملا مشخص به من داده. می‌بینید که اینجا یه تصویر گربه به من داده که من تعیین نکردم مثلا به چه شکله، یا مثلا میتونم دقیق‌ترش کنم، عکس یه گربه مثلا مشکی با چشم‌های سبز در حال بازی کردن. ببینید چقدر نتیجهش فرق می‌کنه. من همین رو کپی می‌کنم، عکس یه گربه مشکی با چشم‌های سبز در حال بازی کردن. می‌بینید که الان این سه تا نتیجه با هم دیگه قطعاً فرق می‌کنن و من باز اسکیپ می‌کنم تا اینم برامون تولید کنه تا با این موضوع کاملا آشنا بشیم. خب می‌بینید که تصویر آخر خیلی دقیق‌تر و اون چیزی که من خواستم دقیقاً شد، یه گربه سیاه با چشمای سبز در حال بازی کردن. می‌بینید که با تصویر اول چقدر فرق می‌کنه. یه تصویر کلی از یک گربه است، این یکی فقط تعیین کردم چشمای سبز باشه، این یکی گفتم مشکیه، چشمای سبز و داره بازی می‌کنه. می‌بینید که چقدر تفاوت داره یه پرامپت خوب با یه پرامپت ضعیف. اصل سوم ساختاردهی، از فرمت‌های مرحله استفاده کنید، یعنی براش مرحله بگید چه کاری براتون انجام بده و چه چیزی بهتون بده. یه پرامپت ضعیف مثلا در مورد یه موضوع خاص این شکلیه، مثلا میگم درباره برنامه نویسی برام توضیح بده. اینتر میزنم. میبینید که یه جواب کوتاه به من میده. مثلا میگه برنامه‌نویسی فرآیندی است که در آن با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی، دستورات و الگوریتم‌ها برای ایجاد نرم افزار یا حل مسائل خاص نوشته میشه. یه توضیح یا تعریف کلی داده، زبان‌های سطح پایین رو توضیح داده، زبان‌های سطح بالا رو گفته، مراحلش رو توضیح داده و من اصلا مشخص نکردم چه جزئیاتی میخوام، چه زبانی رو میخوام، چه شاخه‌ای از برنامه‌نویسی میخوام. کلاً یه پرامپت ساده بهش دادم، اونم یه جواب خیلی ساده به من داده.
حالا فرمت مرحله مرحله چیکار میکنه؟ یه حرکتی که میزنه اینه که جوابای طولانی بهتون نمیده و در هم ریخته هم نیست. به عنوان مثال پرامپت خوب به این شکله، میگم در 5 مرحله پایتون رو مثلا بذار دقیق‌تر بنویسم، زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بهم یاد بده. حالا جوابشو با هم دیگه مقایسه میکنیم. میبینید که مرحله داره من توضیح میده که آشنایی با زبان پایتون به چه شکله، نحوه استفادهش، ساختار یعنی پایش یا اون دستوراتی که بهش میدیم و دیکشنریش و حتی کنترل جریان برنامه‌هاش، حلقه‌ها یا لوپ‌هاش. مرحله 4 مثلا در مورد توابع یا مفاهیم شی‌گرایی داره توضیح میده و مرحله 5 مثلا کار با فایل‌ها و ماژول‌هاست. می‌بینید که مرحله با مثال برای من توضیح داده و مقایسه کنید با این پرامپت ساده اولیه در مورد برنامه‌نویسی توضیح داده، زبان‌ها رو تقسیم بندی کرده و مرحله توضیح داده. ولی من اومدم اینجا گفتم در 5 مرحله زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بهم یاد بده. مرحله اول منو آشنا کرده، یه مثال زده و حتی یه لینک داده، گفته برو از وبسایت رسمی پایتون رو یاد بگیر و حتی اون رو از اونجا دانلود کن. و یه ساختار حالا پایه بهم داده که به چه شکل، جریانش رو بهم داده، جریان برنامه‌نویسی رو بهم داده که به چه شکل قرار انجام بشه و اینکه در مورد توابع و مفاهیم شی‌گرایی توضیح داده و موارد مختلف دیگه. می‌بینید که چقدر کامل برای من توضیح داد و یه پرامپت خیلی خوب میتونه همچین تأثیری داشته باشه. پرامپت نویسی یه سری تکنیک‌های دیگه هم داره که تو این ویدیو جا نمیشه، من بهتون میگم شما برید تست کنید و نتیجه رو داخل کامنت‌ها بهم بگید. تکنیک اول اینه که نقش گذاری کنید، یعنی مشخص کنید که هوش مصنوعی در چه نقش جواب بده. یه پرامپت ضعیف این شکله، مثلا بهش بگید جنگ جهانی دوم چگونه رخ داده. اما یه پرامپت خوب اینه که نقش گذاری کنید براش و بگید مثلا به عنوان یک استاد تاریخ دانشگاه توضیح بده که چرا جنگ جهانی دوم رخ داده. این یه پرامپت خوبه و جواب بهتری بهتون میده. دو، استفاده از قیدهای زمانی. مشخص کنید که خروجی چقدر طولانی باشه یا در چه بازه‌ای باشه، یعنی بهش بگید مثلا یه مقاله 300 کلمه‌ای تولید کن یا مثلا بگو یه اتفاق در 10 سال آینده چه جوری رخ میده. به عنوان مثال پرامپت ضعیف این شکله، مثلا هوش مصنوعی چه تأثیری روی شغل‌ها داره. اما یه پرامپت خوب به این شکله، مثلا بهش بگید یه مقاله 300 کلمه‌ای درباره اینکه مثلا هوش مصنوعی در 10 سال آینده چه تأثیری مثلا روی شغل‌ها داره. اینو بهش بگید، نتیجهشو مقایسه کنید و برای من توی کامنت‌ها بگید. نکته سوم اینه که تقسیم وظایف انجام بدید، یعنی درخواست پیچیده‌ای که میخواد هوش مصنوعی حل کنه رو به چند مرحله تقسیم کنید. مثلا به جای که بگید درباره PHP یا زبان برنامه‌نویسی PHP توضیح بده، بهش بگید مثلا ابتدا درباره زبان برنامه‌نویسی PHP توضیح بده، کاربرداشو بگو، بعد مثلا فریم ورکاشو مثلا به معرفی کن. تو این ویدیو یاد گرفتیم چطوری پرامپت حرفه‌ای بنویسیم و چطوری از هوش مصنوعی خروجی‌های دقیق‌تری بگیریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی موفق باشید.